سلام و عرض ادب دوستان عزیز، خوش آمدین به یک ویدیوی جدید و یک غذای جدید به سبک رنگارنگ. روز میخواهیم بادنجان پنیر بتون آماده بسازیم. دست در صحیحه میریم با هم یک جا در این ویدیو تماشا میکنیم. بعدا بادنجان را به شکل که در تصویر میبینین قطعه میکنیم. بعد از او بالش کمی روغن زده و به مدت 10 دقیقه میگذاریم در تاش. و بعدش مواد لازم میره که در تصویر میبینین اونا را آماده ساخته و اولا تخم مرغ را گرفته و خوب مکس میکنیم. بعد از اینکه تخم مرغ را مکس کردیم بالش پنیر پیتزا را علاوه میکنیم. بعد از علاوه کردن پنیر پیتزا خوب سریع به هم میزنیمش و بعد از اینکه خوب به هم زدیم مسالجات را بالش علاوه میکنیم و بعد از اینکه بالش مسالجات علاوه کردیم، البته مسالجات را که ما خودم ذکر کردیم در تصویر و مسالجات را که خودتان دوست دارید، بعد از علاوه کردن آنها بالای مواد ما آرد ترمیده و آرد خود را علاوه میکنیم. بعد از اینکه مواد ما آماده شد بادنجان را که بیشتر برتان گفتم در تاش گذاشته بودیم و بعد از 10 دقیقه کشیدیمش، اونها را در قالب داشت گذاشته و بالایش مواد را که آماده ساختیم علاوه میکنیم. بعد از اینکه مواد را بالایش علاوه کردیم برای مدت 20 دقیقه میگذاریم در تاش. بعد از 20 دقیقه میبینین که غذای مزه‌دار ما آماده است. بالایش به خاطر تزیینش و مزه‌دار شدنش گشنیز را علاوه میکنیم و بعدش هم میبینین که غذای ما آماده است. و دوستان عزیز حتما از این غذا در خانه امتحان کنین، تهیه کنین و یک چیز متنوعی است، چون همیشه بادنجان و ما با یک سبک یا با دو سبک تیار اومده میسازیم. شاید این یک نوع باشه که براتون جدید باشه و لذیذتر باشه و یک چیز باشه که حتما خوشتان خواهد آمد. برای خوشم آمد و خودم وقتی که آماده ساختم خوردم بسیار لذت بخش بود. امیدوار هستم که شما هم ازش لذت ببرین. پس حتما وقتی که در خانه آماده ساختین و نوش جان کردین نظریاتون رو با من شریک بسازین و منتظر کامنت هایتون هستم. لایک، کامنت و شیر یادتان نره و چنل یوتیوب رنگارنگ سابسکرایب کنین تا بتانیم براتون ویدیوهای بیشتر و قشنگتر را آماده بسازیم و همراهتان شریک کنیم. دوستان عزیز امیدوار هستم که از این ویدیو هم خوشتان آمده باشه و مورد پسندتان قرار گرفته باشه. پس دیگه نمیخوایم خسته بسازمتون. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند پاک و لایزال مسپارم. وقتتان خوش، روزتان خوش، هر شایی که هستین روزتان خوش و هر شایی که هستین اگر شب از شبتان خوش. پس تا دیدار و بعد بدرود. خداحافظ و نگهدارتان.